کار خوبش ای است که همین دوزی گم میشه، یکی دوم دیگه در خانه مردم چیزای غیر قانونی است. به خاطر از این خیلی خوب است. دیگه این خانه غریب مسکین بیچاره که هست که تلاشی میکنن و یگام جایی که میگن زیادتر جایی را که ما دیدیم دیگه خیلی بد رقم تلاشی کردن و حتی گدودی کردن. در این سایه خیرخانه نشده تا فعلا. ازشان راضی هستیم. تلاشی به نفع مردم است. دزد، رازن، قاتل از اینها که صلاح جمع شود خوبه دیگه. به امنیت کشور خیلی مهم است این کار. ما خوش هستیم که تلاشی کنه، ولو که ما باشم هر کسی که باشه باید صلاح و کار در گودام است. وقتی در دفاع صلاح به دفاع وطن و به دفاع ننگ و ناموس کار میده، دیگه خود کار نمیده. صلاح را چی کنیم؟ از صلاح دوزی، قاتل، غارتگری همه چیز به وجود میاد. ما از امارات اسلامی خوش هستیم. خو یک کاری است که یکم کاروبار نیستم، میام خوب میشه بگه بخیر. ما خانه ما دم لیسه مریم هست. تلاشی تا فعلا در ناحیه ما نامده. خود تا قوما را که اطلاعات گرفتیم ازشان تلاشی کردیم خانهشان و این تلاشی خوب است. به خاطر که یک تعداد مردم در نظام بود، یک سلاح داشت دیگه داشت، اونا پود کرده بودن و این خوب نیست دست خانه سلاح دولت در خانه یک شخص باشه. بازو را تسلیم میگیرن، یک استیکر میتن، کارت میتن که یعنی ما این را پیش شما گرفتیم. و این تا جای خوب است، ولی این تنها نیست که تنها سر تاجیکا باشه، این باید سر دیگه اقوام باشه، مثلا نظاره افغان و غیره که بگوی در شمال کشور اگه باشه نمیشه تنها در شمال تلاشی، در قندار باشه، هرات باشه و دیگه امثال آنها. و دیگه خوب است تلاشی چک پنجتام باشه، گرچه آشوب دپا میکنه به مردم خوب یک رقم احساس ترس میکنن. زنها باشه که اونا را تلاشی کنن، پاکتشان رو بپالن و بیک و همسال اینها را. اینجا برادر صوبکی وقت آمدن در تلاشی. دو تا خانم سیاسرا کدشون بود، وکیل منطقه کدشون بود. در پشت کل خانه تق تق زدن که هرچی مردینه تان از برادر باشن که خانه را تلاشی میکنن. بادر خانه یک سیاسر پیش میشد، در ازش طالبا با کالای سیاسرا و یارا مو سیاسرا میپولید، یگام جایای دیگه که اشتباه داشتن خود طالبا میپولید. برخوردشون خوبیش حال خوبیش خانه ما را خوبیش تلاشی کردن. در کوچه و در همسایه که ما بود کل را سیاسرا را پیش کردن، بعدم کالای سیاسرا و چینی و چاینک سیاسرا میپولید. دیگه یگام جایی که از دور سیاسرا بالا بود خود طالبا با سعی میکرد.
عملیات پیام ازی را داره به مردم که انشالله حکومت مصمم است که علیه همه بی امنی ها و یا ناامنی هایی که مردم تشویش دارن استادگی صورت خواهد گرفت و این یک پیام امن داره، پیام ازی را داره که ما سر و جان مردم برای ما اهمیت داره و در این راستا تلاش میکنیم که تهدیدی نباشه و این هرگز به این معنا نیست که چرا اسلحه بود. ما و شما هم میدانیم که تحولات 6 ماه قبل واقع شده، تحولات بسیار بزرگ بود. از این خلا با استفاده بسیار اشخاص شاید اسلحه حکومتی و موتر و وسایط حکومتی به دسترسشان قرار گرفته باشه. بارها ما اعلامیه پخش کردیم که باید مردم که اسلحه به دست دارن یا اسلحه را به دست آوردن در این تحولات باید او را بسپارن به مسئولین امنیتی و ارگانهای امنیتی. 2-3 بار ما اعلامیه پخش کردیم. در او اعلامیه ها هم زیادتر اسلحه جمع شد، ولی کسایی که از این اسلحه میخواستن استفاده سو بکنن آنها اسلحه را طبعا به خاطر دزدی و اختطاف نگهداری کرده بودن، به خاطر از این عملیات انجام شد و از این بعد ان شاء الله شما شاهد خواهد بودین که وضعیت فوق العاده خواهد آمد که امنیت تامین خواهد بود و مردم با خطر و تهدید روبرو نخواهد بود. در جزئیات اندکی ما جمع کرده ایم از عملیات، البته این جزئیات هنوز هم میآید آپدیت میشه و تا حالی که جزئیات رسیده است که در ضمن 2 روز نیروهای امنیتی ما تانستن که 133 میل کلاشینکوف، 9 میل کرینکوف، 5 میل کلاکوف و 13 میل M16، 3 میل M4 و 181 میل یا قبضه توپانچه دستی، 2 میل کرابین، 44 قبضه راکت لانچر، همچنان 85 فایر مرمی راکت، 7 میل پیکا، 1 میل دشکه، 2 میل درازنوف، همچنان 107 میل توپ 82، 20 پرتاب نارنجک و همچنان 36 ماین که از او به هم ماینای چسبکی بوده و هم ماینای دیگر، این هم به دست آمد از این خانه از بعض جایی که زیر کشف بودن و معلومات رسیده بود. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.